خب امروز داستان صحابی دیگری رو با هم میخوایم بخونیم. شاید خیلی هاتون داستان ایشون رو نشنیده باشید، اما میخوایم در رکاب این صحابی بزرگوار ما هم حرکت کنیم و لحظاتی از زندگیمون عطرآگین کنیم. کسی که محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در سینه خودش نگه داشت، یعنی پیامبر رو مثل قلبی در درون سینه خودش حفاظت کرد، مثل دیدگان چشمش از پیامبر حفاظت کرد و مثل مادری دلسوز که چگونه از فرزندش حمایت میکنه از پیامبر حمایت کرد. ولی این شخص در تاریخ اسلام اسمش ثبت شده، لحظات زندگیش و فداکاریهاش و کارهایی رو که در خدمت به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم انجام داده و نور و نورانیتی که از زندگی ایشون بیرون زده. ولی این شخص کسی نیست جز فاطمه بنت اسد رضی الله عنها. این صحابیه دارای آثار و مناقب فراوانی است. جز اولین کسانیه که اسلام رو پذیرفت و تحت تربیت برنامه اسلامی قرار گرفت. چگونه؟ ایشون اولین کسی هست که بعد از مرگ عبدالمطلب از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگهداری میکنه. همسر ابوطالب هست. عبدالمطلب سفارش میکنه به ابوطالب که تو محمد صلی الله علیه و سلم رو که کودکی یتیم هست من دارم میمیرم، سرپرستیش با تو. چرا که اون میدونست، تشخیص داده بود که این فاطمه بنت اسد همسر ابوطالب آدم دلسوزیه، مادر دلسوزی هست. بله، ایشون مادر خلیفه چهارم مسلمانان حضرت علی هست. این قهرمان اسلام، این مجاهد اسلام، این یار صمیمی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. بله، ایشون مادر بزرگ جوانان اهل بهشت حسن و حسین هست. مازاد بر همه اینها ایشون مادر جعفر طیار هست، یکی از اون 3 شهیدی که در جنگ موته شهید شد که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در موردش ایشون گفت الان در بهشت داره میگرده. و همه اینها رو که ما بذاریم کنار، ایشون مادر شوهر فاطمه سیدت النساء اهل جنه است، کسی که دختر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم است. همه این فضایل نگاه کنید، ما داریم وقتی از این فضایل صحبت میکنیم همه رو بذاریم کنار. اون چه که عظمت رو باز میاره پذیرش اسلام، دلسوزی برای اسلام و حمایت از اسلام هست. این همون نکته‌ایه که این فضایل رو در کنار خودش بارور میکنه و رشد میده و قوی‌تر میکنه. و این همون چی بود که ما گفتیم. الان ما میخوایم برای در مورد این شخصی که صحبت میکنیم، این صحابی بزرگوار فاطمه بنت اسد ابن هاشم ابن عبدمناف و همین جوری که مادر حضرت علی رضی الله عنه هست. و طرفی گفتیم که فاطمه هم که دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، عروس ایشون هست. و یک حالا بماند که ما میبینیم یک ارتباطاتی هم که در اجداد اینها هست که فاطمه بنت اسد در اجدادش هم به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چیکار میشه؟ متصل میشه، اون رابطه فامیلی که وجود داره. و اشاره کردم که عبدالمطلب وقتی که احساس کرد دیگه مرگش داره فرا میرسه، اینجا بود که پسرش ابوطالب اشاره کرد که نگاه کن که این پسر برادر خودت رو، محمد رو که یتیم هست، کسی رو نداره، مادر هم نداره، پدر هم نداره، خودت نگهدار. و میدونست که میگم این همسر تو مهربانی همسر تو شامل حال خودش اون خواهد شد. اینجا بود که فاطمه بنت اسد واقعا تلاش کرد، همان گونه که لازم بود و شایسته بود از محمد صلی الله علیه و سلم پذیرایی کرد، رعایت احوالش رو کرد و در زندگیش اون رو نگه داشت. و جالب اینه که به مجرد ورود پیامبر به زندگی اینها، چون ابوطالب شرایط مالی زیاد خوبی هم در مجموع نداشته، اما خیر و برکت در زندگی اینها وارد شد. یعنی در غذایشون، در تجارتشون، در همه چیزشون، در همون کار بالاخره هر چی بود خیر و برکت اومده بود و غذا نمیذاشت بچه‌هاش نمیداد مگر اینکه محمد صلی الله علیه و سلم باشه. یعنی همه رو با هم غذا میداد. اینطور نمیکرد که دیدید برخی میگن بچه‌های خودشون بدن و دیگری مثلا به کسی دیگه‌ای که دارن نگار میدارن، بچه دیگری یتیمی فلان. نه، فاطمه بنت اسد این گونه نبود. اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جای مطلبی رو نقل میکنه که حالا با هم خواهیم دید. یعنی معروفه که و ایشون
حاضر نبود، یعنی خودش گرسنه باشه اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گرسنه نباشه. و جالب وقتی که نقل میشه که اینها کنار هم بودن، همه سیر میشدن، همه شرایط غذای خوبی داشتن، چه از نوشیدنی باشه چه شرایط دیگری که حالا من نمیخوام خیلی از این موارد رو بگم، چون من بعضی وقتا ممکنه در صحت و سقم رواییش فرصت نکردم نگاه کنم، آشنا هم نباشم. اما همه اینها که وجود داره اینی که خود فاطمه بنت اسد بارها و بارها به ابوطالب هم گفته بود که ابوطالب در این پسر برادر تو یک خیری وجود داره، خیری که من میبینم، یک خیر و برکتی، علائمی که در فرزندان دیگری تا به حال ندیدم. و حتی در مورد بحث ازدواج هم ایشون همینجوری بود که در حال پیامبر که مادری نداشت، در واقع ایشون نقش مادری کرد برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اینی که پیامبر با ام المؤمنین خدیجه ازدواج بکنه. حالا مواردی هست که من دیگه اشاره نمیخوام بکنم تا رسیدیم به اسلام فاطمه بنت اسد، مادر حضرت علی یا همسر ابوطالب. وقتی که خب خداوند پیامبر آیات رو فرستاد با این مضمون و انذر عشیرتک الاقربین، فامیلات رو بیم بده و به سوی خدا دعوت کن، به سوی اسلام دعوت کن، پیامبر هم به طبق دستور پروردگار فامیل های نزدیکش رو دعوت کرد که آقا من خیر دین و دنیا و آخرت رو براتون آوردم. و به حال داستان اون مفصله. در تلیعه کسانی که اینجا ایمان میاره فاطمه بنت اسد از همون زنانی که شتابان ایمان میاره و ایمان رو میپذیره و علی‌رغمی که ابوطالب اسلام رو نپذیرفته بود اما ایشون اسلام رو پذیرفت و فرزندانش همه اسلام رو پذیرفتن. حضرت علی و بقیه هم همینجوری اسلام رو گفتن پذیرفتن، همسرانش. فقط ابوطالب بود که اسلام رو نپذیرفت و ایشون علی‌رغم مخالفت همسرش ابوطالب به خاطر اینکه حقیقت رو درک کرده بود این اسلام رو پذیرفت و از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دفاع کرد. خب زمانی هم که قریش بر مسلمانان شرایط سختی رو قرار داد، شرایط واقعا سخت بود، شکنجه بود، فشار بود، قتل بود، محاصره اقتصادی بود. پیامبر دستور داد تعدادی از اصحاب به حبشه هجرت بکنن. و خب فشار رو قبیله بنی هاشم خیلی زیاد بود. اینجا بود که پیامبر مثلا به جعفر و تعداد دیگه‌ای که اونجا بودن گفتن شما به حبشه برید. و اینجا فاطمه بنت اسد ببینید در یک آزمایش سخت، از اون ور سختی ایمان و مشکلات مسلمانان، از اون ور دوری فرزند که ناچار شده برای هجرت، برای به هجرت کنه به حبشه. همه این موارد رو کنار هم بذارید، غم و اندوه و رنج هایی رو که در اون شرایط مکی اینها باید حس می‌کردن و درک می‌کردن و لمس کرده بودن، اما همه رو به خاطر خدا، به خاطر حمایت از دین خدا و حمایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبول کرده بودن. و اشاره هم کردیم وقتی قریش متوجه شد که بالاخره تعدادی از جوانان و کسانی که مسلمان شدن به حبشه رفتن و دیگه کاری نمیتونه بکنه و روز به روز داره دعوت پیامبر سنگین تر میشه، اینجا بود که خب بالاخره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو و یاران پیامبر به ویژه قبیله بنی هاشم رو در یک محاصره اقتصادی شدید قرار داده بود. زن و مرد و پیر و جوان و کودک و همه رو در اون محاصره قرار داده بود و در همین شرایط فاطمه بنت اسد هم جزو کسانی که در همین موقعیت قرار گرفته، در همین شرایط سختی که باید در همین محاصره اقتصادی باشه، علی‌رغم اینکه خب سن بالایی رو داشت و سختی ها و رنج های زیادی رو تحمل کرد کنار مسلمانان. در اون محاصرات اقتصادی برگ خشک می‌خوردند و حتی شده بود هسته خرما رو می‌کوبیدند و داستان خیلی سخته و رنج هایی که در اون سالها کشیدن. اما ایشون هم صبر کرد، تحمل کرد، کنار پیامبر موند و این رنج ها رو همه رو به جان خرید، فقط و فقط برای پذیرش اسلام، برای رضای الله و رضای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. در همون سالی هم که ام المؤمنین خدیجه از دنیا رفت، همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ابوطالب هم که خب عموی پیامبر بود از دنیا رفت. خب مشکلات همینجوری که برای پیامبر شدید شد، بالاخره برای فاطمه بنت اسد هم که همسرش از دست داده بود شدید شد و قریش سعی کرد پیامبر رو بیشتر تحت فشار و سختی قرار بده. اینجا بود که پیامبر با یارانش به مدینه هجرت کرد و فاطمه بنت اسد رضی الله عنها هم که با پیامبر با زمره مهاجرین به مدینه هجرت کردند و ایشون در واقع الان جزئی چیان مهاجرین
و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. پس این فضیلت جهاد هم در کنار فضیلت ایمان و صبر و پایداری کنار ایشون قرار گرفته. زبیر ابن بکار در مورد اسلام ایشون و هجرت فاطمه بنت اسد نقل میکنه که و اسلمت و هاجرت الی الله و رسوله. فاطمه بنت اسد اسلام رو پذیرفت و هجرت کرد به سوی خدا و به سوی رسول خدا. این جمله ممکنه به نظر خیلی خیلی ساده برسه، اما هجرت به سوی خدا و رسول خدا در مدینه در اون زمان هجرت آسانی نبوده. این هجرت از اون فضایلی بهره مند بود که خداوند وعده بهشت و پاداش‌های فراوان رو به مهاجران وعده داد. و نکته‌ای هم که وجود داشت در روایت نیت هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه هر کسی هجرتش به خاطر خدا و رسول باشه هجرتش به خاطر خدا و رسوله، هر کی هجرتش به خاطر دنیا و مطامع دنیا باشه هجرتش به خاطر دنیا و مطامع دنیا است. فمن کانت هجرته لدنیا او امرأة ینکحها، کسی هجرتش برای دنیا باشه یا میخواد زنی رو بگیره، گویا که کسی اومده بوده که در این هجرت با یه همزنی ازدواج کنه که مسلمانان هجرت کرده، فهجرته الی ما هاجر الیه، هجرتش به همون سوه. اما هجرت فاطمه بنت اسد بر اساس این چیزی که زبیر بن بکار داره نقل میکنه میگه نه، ایشون اسلام رو آورد در سخت‌ترین شرایط، پایداری کرد و هجرت هم کرد به سوی خدا و رسول خدا، هجرتی واقعی. خب تا همینجا داستان رو داشته باشید. در جلسه بعد مناقب ایشون و موقعیت ایشون و شرایط دیگری رو از فضایل ایشون برای شما بیان خواهم کرد. تا روز دیگه و فرصت دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدارتون.